ببین ما تا 150 سال پیش اصلا تاریخ نداشتیم، یعنی اصلا گم بودیم. ما حتی 100 سال پیش هم ما تخت جمشید رو نمیدانستیم، اصلا وجود نداشت تخت جمشید. ما تا 150 سال 100 سال پیش شاید ما کوروش رو اصلا نمیدونستیم، اصلا کوروشی وجود نداشت تو تاریخ ما. دکتر جان من اجازه بده من توضیح بدم. تمام اینا در این 150 سال گذشته اومده. آقای پیرنیا و امثال هم اینا تماما دارن اون چیزی رو بلغور میکنن که یونانی ها، که رومی ها، که عرب ها بعدها اینا سرهم کردن. وگرنه ما اصلا شما نگاه کن، فردوسی این همه در شاهنامه از شاه ها حرف میزنه. ببین یک دفعه از کوروش و داریوش صحبت نمیکنه، اصلا وجود نداره. آقای دکتر